کجراوود دهه است واقع در دامنه قطار کوههای سر به فلک کشیده ترکستان. دارای منظره‌های زیبا و جایهای تاریخی است. این دهه تاریخ زیاد از 500 ساله دارد. طور پیرانسالان این دهه نقل میکنند تا زمان تشکیل شدن دهه از اینجا راهی میگذشت. کاسبان هنرمندان از مشای کوهی و واسطه همین راه به سرخشند مال میبردند و از آنجا باز به طریق همین راه برمیگشتند. از بس که راه بسیار دور بود و کاسبان تا به منزل خود رسیدن بسیار عذاب میکشیدند، آنها برای استراحت خود در موضع خرمن خلیل کلبه میسازند. با مرور زمان مقدار خانه ها در سر راه روز تا روز می افزاید و در نتیجه دهه با نام کجراوود بنیاد می گردد. کجراوود کلمه یغمابی بوده، معنایش کجدره می باشد. اکثر مردم دهه از یغناب و مسجد کوهی آمده مقیمی شدند. لهجه گفتگویی مردم روستای کوچک با شیوه مسجدیان مانندی دارد. کجراوود در جماعت اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتی ولایت سوخ واقع گردیده است. از دهه تا مرکز جماعت 10 کیلومتر و تا مرکز ناحیه به مسافه 37 کیلومتر راه است. اهالیش را پر تاجیکان تشکیل داده، شمارش تقریبا 2000 نفر را تشکیل میکند. همچنین دهه دارای مکتب، 2 مغازه، بنگاه طبی و مسجدی 5 وقته می باشد که ساکنان همه روزه از این مؤسسه ها استفاده میبرند. اکثریت باشندگان دهه و کشت غله دانه و کارتوشکا مشغولند. دهه بسیار منظره های زیبا و تماشاباب دارد، از جمله سای مزار. این موضع مکان مقدس به حساب می رود. این جای را آرامگاه ایشان صوفی نیز می نامند. از هر گوشه و کنار مردم بهر زیارت به این درگاه مقدس می آیند. از بس که دهه در دامنه کوههای سر به فلک کشیده جایگیر شده است، بهاران خیلی زیبا می شود. در کوههای زیبای این روستا لاله‌های کوهی، تاران و دیگر رستنی‌های زیبا و شفابخش می رویند. تابستانش سلقین و تیرماهش زرین است، اما زمستانش خیلی سرد می شود. خوش آمدید به دهه کجراوود.